میگه که الان من فیت پولی میدم هم اندازه قیمت پراید. ستونای گنگ اومدیم به موزیک جدید و آلبوم جدید سپر خلسه و آهنگش با جی جی که دیس آل مارکت هست ریاکت بریم. ستونای گنگ جالبه بدونید که این موزیک از سپر خلسه و جی جی که یعنی دوتا موزیک داخل آلبوم دادن، یه دونه باربی بود یه دونه این دیگه میگه باربی وکنه، بعد یه دونه هم همین الان با جی جی موزیک دادن، یعنی آلبوم پسر مریم دیگه خلاصه که دیسه. به قول سپی که داخل آهنگ میگه که الان فیت پولی میدم هم اندازه قیمت پراید، یعنی قیمت پراید 10 دیگه خلاصه یه 5-6 تومن کشید پایین میتونید برید 5-6 تومن ارزونتر فیت بدید با سپی. خلاصه کلا قضیه همینه ستونا. دمتون گرم آقا. بریم مستقیم سر ریاکت سپر خلسه علیرضا جی جی. به به چه موزیکی خدا وکیلی. بریم چه خبر آقا. سپر خلسه جی جی. لایف استایل هیچ کس خلصه بیس جدید داریم دستم خیابونی وای چه خوبه، یعنی موزیکای سپی عالی این روزا. تنم اصفر همه میکننم بس خواست هیچ کس خلصه یعنی سپی دیگه عادت کرده کسخار لاکچری کسخار لایف استایل جدید داریم دستم خیابونی تنم اصفر آینده بازی واسماز سپی فضاست حکم جلبم سیاره همش دورم حکم جلبم سیاره اونم در گرفته تیاره دودول طلبمو فرق داره تا ایاره دست رپی دودول طلب فرق داره تو با ما ایاره کنا خزاتی شما بط باب کلا کونو داشتی غیر میدادی و با تراک حک میزاشی اینستا تو قفروی شرام بودم کسی اون وای آجی دیسه واقعا دیس آل مارکت. موقع نمیفهمی چرا الان فیت پولی میدم و چه قیمت پراید کار پرپل پول فیت همه اندازه قیمت پراید پوشه فراموشیم چشمش قرمز بوده میگم وای عالیه آجی موزیک. به پیچ کوچه پیپر روزه کسی گیر نمیده بقل این فیسش خوبه میگه تو کوچه به چاقم من پیپر کسی بهم گیر نمیده انگار فیسم خوبه. آرتا میگه خالی بیسچی پای رولی نده میگم آخه رسید یک کشت بزنیم این نمه عقب آرتا گفت میگم به پیچ کوچه پیپر روزه کسی گیر نمیده بقل این فیسش خوبه آرتا میگه خالی بیسچی آها بغلیم فیسش خوبه، فکر کنم منظورش با آرتا، چون از آرتا اینجا نام آورد. پای رولی نده میگم آخه رسید یک کشت پلی رپ فارس دیگه شده مونوپولی میرم روی استیج من با لباس پلو خوری حاجی کس خلص وای چه باحاله. میگه لایف استایل نگاهیدم من با لباس پلو خوری میرم سر استیج. بیس شری داریم دستم خیابونی تنم اصفر همه میکننم بس خواست میخوام بزننم باتی ولی نمیکنم قاطی. وای چقدر این موزیک خوبه، کورسش هم خدا. جی جی فکر کنم جی جی از ایناست که تیکای بد و سم میندازه چون که بیزنس منم بیزنسی هم فنم آجی کس خاره لایف ستایل بیس داری پی پانچ و امو اومد سگ دنیای آلمان بکستیج دوغ میدن به جا شامپاین. او سگ دنیای آلمان با کیه حاجی؟ آلمان نمیدونم. جوونی ساختم یه مش بیت کس گلک الان زندگیم جوریه انگار چیت کد زدم ولی قشنگ انگار زندگیم یه جوری که انگار چیت کد زدم. مثلا داخل بازی شما میخواید پولی بی‌نهایت بگیرید یه چیت میزنید مثلا اون بازی سکاش واسه شما پر میشه مثلا که بی‌نهایت میشه. میگن زندگیم یه جوری که انگار من چیت کد زدم. یه روزامون به چالنجاشه نه که صبح تا شب پاشی همه چی ارنج باشه. یه روزامون به چالشاشه. روی شاد بابام با اون ژن خوبش هوش زیاد باعث شد پسرش بره تو چش. وای پدرش تشکر کرد خدا بیامرزه پدر جی جیو. الان زندگیم گره کوره همش تورکی میخواد جی بره خونه
پس نخو گول زرق و برقش و شب تو تخ هتل خوابی هر دو ورکش و دوش. و واقعا یه نظر کوتاهی در مورد جی جی بدم، اینکه جی جی این مدت واقعا کاراش بم بود. حالا از بیت زنیاش بگیرید، بیت سازیاش بگیرید، کلا مارکت رو ترکون. واقعا جی جی کلا بچهای مارکت همشون عالیان، جدی دارم میگم. یعنی من هیچ موقع از هیچ رپری بدی ندیدم. حالا حاشیه میاد بیرون، مثلا نمیدونم طرف زنش خیانت کرده، طرف مثلا با زن اون یکی لب گرفته، این زندگی شخصیه. مهم اینه که رپر مردمی باشه، باحال باشه، با آدم در ارتباط باشه. زندگی هر کس به خودش مربوطه. حالا مثلا چه میدونم، من 10 تا کار دیگه میکنم چون معروف نیستم نمیاد بزنه بیرون، واقعا دارم میگم. ولی خب الان این معروفم بنده خدا محدود شدن، خب بیشترشون هم زن دارن دیگه. ولی خب کلی طرف مثلا چه میدونم سیکرت چتش با این چیزش کردم، یه جو که هم یوتیوبمون گیر نده، چیز چتش با یکی دیگه میاد بیرون، مثلا عکس فلانجاشو فرستادن، شما گیر میدی آره اینجوری اونجوری. خب نکنی، زندگی شخصی طرف دلش میخواد خب این حرکتو بزنه. جدی دارم میگم. بعد یعنی مشکل ما ایرانی‌ها اینه که همدیگه رو زود قضاوت میکنن. الان من همین الان دارم این موزیک رو ریاکشن میرم، شما فکرتون مستقیم رفته سمت پوتک که دارم به پوتک این حرفا رو میندازم، ولی من دارم به یکی از رپرایی که نسل 4 بود چند وقت پیش این مشکل واسش پیش اومد دارم میندازم، میدونید. حالا پوتک هم ویدیو ساختیم دیگه، 2 تا دربارش دیگه میتونید ببینید. میگیری بلد نیستی سرد و گرمش و ساوند چک خراب، دعوا و جر و بحثشو نمیتونم بخورم من نونم و جاست. میرم هتل میبینم عکسامون سوژه فوشاست، عجرم میرم هتل میبینم حرفامون سوژه فوشاست. کدوم هتل؟ غم به ترس انگار میده خونه بوگاست، تو که نشستی پای کامنت با کونه گشه. یه هیتراش گفت بترسم من انگار نشستی تو خونه خالی که میده بوی گاز، تو هم نشستی پای کامنت ها با کونه گشاد. یعنی داری فوش میدی ولی خب هیچ چیزی نداری ارائه کنی. آجی کس خار لایف استایل، یه رو دپم یه رو راکستار سگ. و یکی از حرکت‌های خفنی که داخل ترک تراس زد خلسه با سادن که از 5 تا آلبوم اسم آورد داخل قافیه بندی کرد. بعد و تراس، یعنی موزیک تراس از خلسه اگه دقت کرده باشید هیچ کورسی نداشت. به موزیکی هیچ کورسی نداشته باشه میگن رپ خالص، یعنی هیچ کورسی داخل موزیک نباشه رپ خالص بهش میگن. رپ خالص بود این، نه این کورس داره تکرار میشه. و موزیک ساختن رپ خالص خیلی سخته، چون شما هیچ کورسی قرار نیست به کار ببرید، فقط باید تکست بنویسید، مثل اسب باید تکست بنویسید. دنیای آلمان بکستیج کوبیده به جای خواب. I mean, women marry a lifestyle. حاجی کس خلصه میشلین نره پاستا. تنظیم کنندش جیجیه، میکس مستر نه یادش بخیر با تسمانی تو خیابون هات داگو میزدم رو شاتسا. سلام ساب تاسمانی؟ کدوم تاسمانی؟ همون داخل آهنگ یاکوزا بود؟ میلان نمیدونم. مارینر کرمیز جی فیری میده بمبی ببی میذاره تو پلیلیست، میدونه که میدم هیت ولی متأهلم سیخ هیملو نمیزنم با خانومم دم بیچ دی ولا میگه متأهلم ولی خب دافازیامم ریز دارم. میگیرم و میگم بیچ دی ولا میگم بستش سپی وحشی لایف استایل وسته. شوخی کردم بود، نه جدی بگیری. یه چیز جالب من داخل کامنتات دیدم چند دقیقه پیش، الان گوشیم پیشم نیست واسهتون حالا مثلا اوکی کنم. یه مشکلی بود، این بود که ستونا یه نفر نوشته بود مینا نامداری اونور پوتک اونور. مثلا نمیگم میدونم فیک مینا نامداری کسخل اومده واسه پوتک حاشیه درست کنه، ولی حالا خودتون رو ما چیز قانع نکنید. به قول پوتک پیام عاشقانه به یکی دیگه خیانته. کشو میخواد کس خور رسپه انقدر خوبم باید دونیت کنم اسپه شما شسته لاتی میگه انقدر خوبم باید داور ولی کنم. چاقی مثل مستر تیسه مستر تستر رو دیگه چرا دیس کرد؟ میگه شما چاقید مثل مستر تستر. بس خلصه دیس جدید داریم دستم خیابونی تنم اصفر حاجی آینده بازی واسماس میخوام بزن والا آینده رفت واقعا دست سپیناست. منم باتی ولی نمی کنم قاطی تو که بیزنسمنم. بیزنسمنه دیگه، سپی بیزنسمن. بیزنسی هم فنم چون بیزنسمنم کسی هم که بیزنسمنن فنن بگیرید دیگه.
حاجی عالی بود موزیک. تیکه آخرشو بهتون بگم داستان چی شد. میگه من بیزنسمنم ولی اونایی که بیزنسمن فنن. یعنی چی؟ یعنی کسایی که داخل موزیکاشون دارن کلمه بیزنسمن استفاده میکنن، خب اونا خودشون فن منن، یعنی بیزنسمن اصلی منم. اینو داره میگه به مخاطب. ستونا دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. زیاد نمونده تا یکا شدنمون، یه کل ریز بدید تمام یکا رو شدیم. به خدا اصلا کمک کنید. البته دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم. زیاد نمونید تا آلبوم کوتاهی. این آلبوم فکر کنم کمتر ریاکشن داریم چون دو سه تا موزیکاش قبل اومده بود ریاکت رفته بودم فکر کنم. برای همین خب دو سه تا آهنگ داغش واسهتون ریاکت میکنم. دمتون گرم، دوستتون دارم زیاد. تا ویدیو ریاکشن بعدی، خدا نگهدارتون.